هی روزی یه نفر باهات کار داره. چه خبره؟ هی بازم تویی اینجا چی کار داری؟ تنهاش بذار، چه مرگته؟ تو بهش میگی یا من بگم؟ من واقعا خرابکاری کردم. ادامه بده روزی، بنال. اوکی، من قدرت پول داشتم، من چند تا همسر داشتم، ولی مواد رو نتونستم ترک کنم. به خاطر این رفتم به کلینیک ترک اعتیاد و همه چی از دست دادم. دیگه چیکار میشه کرد؟ و وقتی که اومدم بیرون دوباره شروع کردم با خانواده‌های مافیایی لیبرتی سیتی همکاری کردن. اینجوری بود که سر از اینجا درآوردم. ولی هیچ کدوم از این خانواده‌های مافیایی به هم دیگه اعتماد نداشتن که کازینوهاشون اداره کنن. به خاطر این من به عنوان عضو بی‌طرف مسئول قرارداد کردن. و حالا من هر روز منتظرم که یکی از اون خانواده‌ها منو بکشن و به هم دیگه تهمت بزنن. و تنها دوست من پرنده‌ایه که اسمش تونیه. وای من به هیچ کس تا تمام عمرم خیانت نکردم که مسئولش خودش نباشه. وای بذار خود راجبش فکر کنم. تو باید خیلی سریع همه چیز برام توضیح بدی. اوکی. خانواده سندکا در شرف جنگه. یه اتفاق خیلی بدی برای جانی افتاده. منظورم اینه که همین الان در شوک و کماست، در بیمارستان اونور شهره و فرالیز از این موقعیت استفاده میکنن که یه گوشمانی حسابی بدنش. و اگه اتفاقی بین این خانواده موقعی که من هنوز سر کارم بیفته، من کارم تمومه. اوکی آروم باش. من میرم بیمارستان و اونو جابجا میکنم. بالاخره یه کاریش میکنم. دیدی عشق من، اوزان قدرا هم بد نیست. میتونم کمکتون کنم؟ آره من اومدم اینجا که آقای سنداکا رو ببرم. آقای سنداکو باید یه اشتباهی شده باشه. همین الان یه آمبولانس اونو برد. باشه، از کمکتون متشکرم. هی جانی، حالت چطوره؟ جیگر، ما حالا دیگه آمادم. من برگشتم. بیا کار شروع کنیم. خب دکتر به مریضش خوب رسیده؟ حالا دیگه همه چیز مرتبه؟ حالا دیگه همه چی مرتبه؟ نه دقیقا نه، من هنوز وضعم خرابه، دقیقا خرابه، ولی حالا حداقل حالم خوبه. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ هر لحظه امکانش هست که مافیا با یه گوله مغز من رو دیوار پخش کنن. دیوار من، دیوار قشنگ من. یه جایشو جا انداختی. فراموشش کن. اون فکر خیلی خوبیه تونی، ولی میدونی چیه؟ این دفعه کار نمیکنه. نه این دفعه محاله. ای مرد آروم باش، جلوی خودتو بگیر. آره حق با توه، من باید جلو خودمو بگیرم. همه چیزو کنترل کن بله این درسته. و به همه نشون بده که رئیس کیه. من رئیسم. درسته، پس بزن بریم. آره کلا خیلی خوبه. خب حالا کجا داریم میریم؟ جزئیات، فقط بیا بریم. یالا مکا بریم ببینیم چی میشه. باشه رئیس، کجا؟ باید به سنداکو سر بزنیم ببینیم جانی چطوره. باید از این بازی برم بیرون. این لعنتی آب دماغم حالمو به هم میزنه. مواد حرف نداره. میشه یه خورده سریعتر رانندگی کنی؟ لطفاً خواهش میکنم. پس میخوای بیای بیرون؟ آره خدا آره. من میخوام یه شغل راحت داشته باشم مثل مردم دیگه، مثل کسایی که دوستم دارن و زن بگیرم و بچه دار شم و طلاق بگیرم، مثل مردم دیگه زندگی عادی داشته باشم. باشه ببینم چیکار میتونم. مرسی، من از این داستان مرگ و زندگی خسته شدم. لعنتی همه پیرنمو به گن کشید. اوکی بیا تمومش کنیم. من رئیسم. آره. چی شده؟ چیزی یادت رفته؟ نه ببین تو برو تو، منم اینجا منتظر میمونم. ببین تو این دفعه باید با من بیا تو و اگر من موفق بشم میتونم ادامه بدم. میدونم ولی خواهش میکنم با من بیا. میترسم ذره ترک بشم. فقط همین دفعه لطفاً خواهش میکنم. باشه آروم باش. این خیلی ناجوره. گوش کن، همه چی رو به راست، فقط یادت نره که تو رئیسی. من رئیسم.
سلام بچه ها، به رئیستون بگین کن روزنبرگ اومده ببینتش. کن چی؟ کن روزنبرگ، کن روزنبرگ، همون که شهر رو اداره میکنه. خب حال جانی چطوره؟ یک کمی بهتره. آره امروز تو بخورد غذا خورد. آه هی کن، آه یالا دیگه اشغال عوضی. هی کن، حالت چطوره؟ خیلی خوبم. و تو؟ من هنوز شبا مشکل دارم، بعضی شبا مسحال میشم ولی باز خوب میشم. این یارو دیگه کیه؟ چطوری جانی؟ این خودشه. آره خودشه. نه این خود لعنتیشه. نه لعنتی این چه مرگش شد؟ لعنتی ما باید از اینجا بریم بیرون. ماشین لازم داریم. منو ببر به کار یوله. تو آروم باش و دنبال من بیا. خدای من، ما از اول باید با هم کار میکردیم. هستی جی؟ من و تو این شهر رو به هم میرید. هیچکی نمیتونه جلو منو بگیره، هیچ کس تو این دنیا. جانی رفقاش یه مشت عوضی هم. واقعا تو اونا یه مشت احمقن. لعنتی اوضاع به هم ریخته، اوضاع به هم ریخته. حالا میخوام چه غلطی کنم؟ لعنتی لعنتی لعنتی. تو فقط اینجا صبر کن، یه راهی پیدا میکنم میارمت بیرون. فقط منو بذار فرودگاه. نه اونا باید فکر کنن تو مردی. فکر کنم، قول میدم. برو اون تو و آروم باش، مثل اینکه یه آرام بخش مصرف کردی. راحت راحت. آروم، آره آروم. من آرومم، کاملا آروم. من آرومم آقای آروم، آروم آروم. عالیه، چه خوب شد، من تنهایی از پسش بر اومدم. آره عالیه. خب کی اونجا داریم؟ بفرمایید ساندویچتون. این خانم قشنگ دیگه کیه؟ من معمولا این کار انجام نمیدم. از این دختر خوشم میاد. اسمت چیه بچه؟ ماریا، در ضمن هزینه سرویس جداست. هر زنی رو میشه رام کرد. شنیدی که پرنده چی گفت؟ یالا داری سر به سرم میذاری؟ بعدا میبینمتون بچه ها. این عوضی دیگه کیه؟ اسمم کارل جانسون قربان. قبل از اینکه با این آقای روزنبرگ اینجا شروع به کار کنم، با پسرتون جویی تو لیبرتی سیتی کار میکردم. تو جایی منو میشناسی؟ خیلی خوبه. خب بچه چیکار میتونه برات بکنم؟ کن میتونه شهادت بده من یه قاتل حرفه‌ای ام. تنهایی یه ارتش و حریفه، یه دیوونه زنجیری، میشه روش حساب کرد. میدونی فرالی در فرستاده که منو بکشن. هواپیماشون به زودی میرسه. خیلی نقشه ها تو سرشونه. من میخواستم یه در رو بفرستم که ازشون پذیرایی کنن، ولی شاید تو بتونی ترتیبشو برای من بدی. متشکرم قربان. من تضمین میکنم که شما از کارتون پشیمون نمیشین. روزنبرگ همونجا که هستی باش. نمیخوام تو گم و گور بشی. جریان چیه؟ لعنتی چطوری اومده اینجا؟ کی هر میره؟ پششون تو من مبارزه کنی؟
فقط یه خورده آروم باش عزیزم. میدونم چی داری میگی. هی تو باید رعایت منو بکنی. حالا من میتونم گورم اینجا گم کنم؟ اوه لعنت به تو، من دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم. این حالت ضد اجتماعی بودن تو رو باید یکی شفا بده. کارل رفیق من، آقای لیان مثل اینکه این کثافت حق داشت. تو خوب ترتیب اون فرولیای بدبختو دادی. حالا وقت شده که فرولیا بفهمن که سر به سر سالواتور لیون گذاشتن یعنی چی. دوست داری که دوباره به همون بیست رو حمله کنی؟ حمله به لیبرتی سیتی اوکیه، ولی چند تا سیاه لشکر لازم دارم. هر کیو میخوای ببر. خب معمولا از این دوتا استفاده میکنم. هی یادت اون ماموریت هایی که من و تو با هم انجام میدادیم؟ من و تو کارل، یادت میاد تو منو کن قاتل صدا میکردی؟ کن قاتل. فکر کنم اینم میبرم. خب شما بهتره هرچه سریعتر از لاس ونتوراس خارج شید. آتون تماس میگیرم. پس نیروی کمکت کی میاد؟ حتما همینطوره احمق. یالا خصوصیه، فقط به خاطر دعوت. آره آقای لیونه اینجوری نگفته بود.